سلام. بالاخره بعد 2 ماه اتاق من آماده شد و برم اتاقمو تمیز کنم. فقط مونده وسایلا رو بچینم. بریم وسایلا رو بشینیم سر جاش. یعنی تو برو، من بعدا میام ببینم چجوری چیدی. پستایی که برام فرستادی بس ببینم. میخوای توی پروسه بقیه رو همراهی کنی؟ بقیه منو همراهی کنه؟ بقیه تو رو همراهی کنن. شاید این پروسه برای تو چند ساعت طول بکشه، ولی خب برای بقیه 10 ثانیه کانتنته. و شاید اصلا واسه خیلی از آدما تو دنیا اصلا مهم نباشه. چه اهمیتی داره که تو داری اتاق عوض می‌کنی؟ بری؟ نه وایسا. الان باید بریم اتاقو تمیز کنیم. بریم. نوشته raise your energy. یعنی انرژی تو بالا ببر. وسایلامو از اتاق قبلی به اتاق جدید انتقال بدم. صبحتون بخیر. شب تا 6 صبح داشتم اتاق رو جمع می‌کردم و آماده می‌کردم و وسایل رو می‌چیدم. توانایی ویدیو گرفتن رو دیگه نداشتم، فقط می‌خواستم تموم شه که تختمو بذارم و بخوابم.
فقط اینکه کلید پریزا سفارش دادیم هنوز نیومده. استرس دارم، میترسم چون دیگه اسفنده الان تا 10-15 روز دیگه نفرسته، کل عیدو باید بدون کلید پریز باشم. تنها مشکلی که این اتاق داره اینه که نورش خیلی کمه. نمیدونم که الان لوازمای وسایل آرایشی بهداشتی ما روی میز بچینم یا داخل کشو بذارم. اتاقم این. احساساتتون رو به دوربین رو میتونین بگین؟ خیلی کم خجالت میکشم. از خوشحالی نمیدونم باید چیکار کنم. آره خلاصه از اول بگم. علی دیوونه شدی نه؟ داشتم میگفتم چرا هفته نمیزنی؟ بهم انرژی بده لطفاً. هی ترازر مفتن. الان پلیس هم میاد میگه منم علی میشه نیای؟ چرا داد میزنی؟ علی آروم برو تای پدر بگیر. علی من اینجوری خوب وایسم. چی بود گفتم؟ چرا کاغذ مدت نمی‌نویسم کور میشم بینای بابا نور تو چشم منه اونوری نیست که. بیا برو کلش تو چشم منه، گوشه‌شم تو چشم تو باشه. این کاره بابا چقدر من